فرض تداوم فعالیت. من حسابدار غیر از فرض تفکیک شخصیت و واحد اندازه‌گیری پولی و فرض دوره مالی و فرض تداوم فعالیت هم که ذهنم داشته باشم. حالا مطلبی که توی جزوه‌تون نوشتن کامل‌تر، به اینجا نوشته که آقا من باید عملیات مؤسسه رو در آینده بتونم پیش بینی کنم. آیا این مؤسسه قصد انحلال داره یا قصد ادامه فعالیت؟ این مطلب یکی اینجا نوشته. ولی ببینیم توی محیط کار این فرض تداوم فعالیت رو اگر به ذهنمون نداشته باشیم چه اتفاقی برامون میفته؟ شما چه استنباطی از این یک جمله گرفتید که من حسابدار باید برای انجام حسابداری بدونم که این شرکت قصد انحلال داره یا نه قصدش ادامه فعالیت؟ استنباطتون از این جمله چیه آقای کوروش؟ بگیم به من. استاد همون قانون تجدید ارزیابی میشه؟ یه جورایی بهش ربط داره. استاد مثلا تحقق درآمد داشته باشه. فقط از این جمله چیه؟ استاد مثلا واسه شرکت یه کالایی رو میخریم، یک چیزی که توی شرکت استفاده میشه مثل میز، اگر تداوم داشته باشه میکنیم، نه اگر نباشه فکر کنم به عنوان هزینه باید ثبت کرد. نه در هر دو حالت ما اصلا وقتی میز میخریم اون ادامه فعالیت دیگه، اینا هزینه نمیشه، اینا به عنوان دارایی ثبت میشه. حالا من میخواستم استنباط از این جمله بدونم، نمیخواستم مثلا توضیح بدید که فرض تداوم فعالیت چیه. من حسابدار اصلا بذارش سوالم رو دوباره اصلاح کنم. من حسابدار چه فرقی به حالم میکنه که شرکت حالا 2 روز بعد 2 ماه بعد منحل میشه یا نه به فعالیتش ادامه میده؟ من حسابدار چرا باید پیش فرض ذهنی این باشه؟ ببینید دوستان، این مانیتور و لپتاپ و ما اینجا میبینید دیگه، که این وکتور میبینید دیگه اینا رو، درسته؟ این لپتاپی که من الان دارم باهاش به شما آموزش میدم سال 93 چیز 90 خریدم 1 میلیون تومان. سال 90 برای مؤسسه خریدم 1 میلیون تومان. خب حالا من میگم که شریک 2 تا شریک داریم، یه نفر من، یه نفرم یه فرد دیگه. یا میگم که ما چند تا خرید داشتیم، رو خریدیم 40 میلیون تومان، درسته؟ میگم بله. این لپتاپ هم خریدیم سال مثلا 90 1 میلیون تومان. میگم این 40 میلیون تازه خریدیم دیگه، فرض کن این 2 تا کالا رو داریم، نمیخوام زیاد پیچیده‌اش کنم، میخوام که ذهنتون باشه اصلا فرض تداوم فعالیت چرا باید یکی از پیش‌فرض‌های ذهنی حسابدار باشه. از کولر رو خریدیم یه ماه پیش 40 میلیون تومان، این لپتاپ هم خریدیم 1 میلیون تومان. خب آقا یه کار بکنیم، من این لپتاپ رو برمی‌دارم، خب باید حدود 20 میلیون تومان به من برگردونه دیگه شریکم. آقای شریک شما کولر رو بردار، منم این لپتاپ رو بردارم. خب شما 20 میلیون به من پول بده. آیا واقعا منصفانه است این قضیه؟ متوجه شدین دوستان سوالم رو؟ 2 تا کالا داریم، فرض کنیم 2 تاست، کلا 2 تا داراییه، نمیخوام زیاد پیچیده بشه توی ذهنتون. یکی رو یه ماه پیش خریدیم، یه کولر بوده 40 میلیون تومان، یه لپتاپم 10 سال پیش خریده بودیم 1 میلیون تومان. میگم آقا من لپتاپ رو برمی‌دارم 1 میلیون تومان دیگه ارزشش، شما هم کولر رو بردار، این جمعش میشه 41 میلیون، باید 20 میلیون و 500 هزار تومان هر کدوم بهمون برسه، فرض کنیم 50-50. خب میگم 1 میلیون من لپتاپ برداشتم، آقای فلانی که شما کولر رو برمی‌دارید 19 میلیون و 500 هزار تومان در بچه من پرداخت کنید. منصفانه هست. آقای کوروش میگه منصفانه است. واقعا منصفانه است. این لپتاپی که من 10 سال پیش خریدم 1 میلیون تومان، خب کم
الان ارزشش توی بازار، یا ما حسابدارا بهش میگیم ارزش روز. خب ارزش روزش حداقل 20 میلیون تومنه. درسته؟ من باید بیام با ارزش دفتری محاسبه نکنم. وقتی من میخوام شرکت رو منحل بکنم باید چیکار کنم؟ دیگه با ارزش دفتری کار ندارم. من اینو 10 سال پیش خریدم میلیون، پس وقتی داریم اینا رو چیکار میکنیم میکنیم بین شرکا، باز با 1 میلیون تومان بیام اینو محاسبه کنم. اون موقع میگم اگر شرکت داره منحل میشه دیگه باید این لپتاپی که شما 13 سال یعنی 1 میلیون رو ارزش روز یا همون به قیمت بازار بیایم بریزیم وسط و تقسیمش بکنیم. خب حالا چه ربطی داره این دیگه؟ من اگر قصدم انحلال باشه باید این لپتاپ رو ارزش بازار و ارزش روز محاسبه کنم بیارم تقسیم کنم. ولی الان اگر قصد انحلال ندارم و مطمئنا پیش بینی میکنم که شرکت ادامه فعالیت خواهد داد، دیگه چه کاریه که این لپتاپ ارزش روزش 20 میلیون تومنه یا ارزش دفترش 1 میلیون تومنه؟